بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه هموطنان عزیز. امیدوار هستم که جور و سلامت و سر حال باشین. برنامه تمرین هست. ما جهت ثبت این برنامه به یکی از کلاب های شهر کابل آمدیم تا از رشته ورزشی پارکور برای شما یک برنامه خوب و عالی تهیه بکنیم. ما در برنامه تمرین روی موارد مختلفی میپردازیم. ابتدا می رویم تاریخچه را با هم تماشا میکنیم و دوباره در حضور شما برمیگردیم. د پارکور لوبې تاریخچه. پارکور د حرکت یو ورزشي هنر دی چې پکې انسان هڅه کوي د منډې، ټوپ، ختلو او نورو حرکاتو په مرسته له یوې نقطې بلې نقطې ته په تر ټولو چټک او اغېزمن ډول ورسیږي. د پارکور ریښې د فرانسوي پوځي روزونکي جورج هربرټ د طبیعي طریقې روزنیز سیستم ته رسیږي چې د شلمې پیړۍ په پیل کې رامنځته کړ. په دې سیستم کې منډه، ختل، ټوپ وهل او توازن ساتل شامل وو. د پارکور بنسټ ایښودونکي د پارکور د معاصرې بڼې پلار ډیوډ بیلی ګڼل کیږي. هغه د خپل پلار ریمونډ بیلی له روزنې الهام واخیست او د 1980 کلونو په وروستیو کې د فرانسې د لیس ښار په ښاري چاپیریال کې د دې حرکت تمرینات پیل کړل. په افغانستان کې پارکور نسبتا نوی ورزش دی او شاوخوا د 2010 لسیزې په پیل کې وده کړې ده. د موجودو راپورونو له مخې د افغانستان له لومړنیو پارکور ډلو څخه یو د هرات پارکور او د پری رانینګ ټیم وو. د دې ډلې ځوانانو شاوخوا د 2010 په شاوخوا کې د انټرنیټ له لارې له پارکور سره بلد شول او په هرات کې تمرینونه پیل کړ. په 2014 کال کې نړیوالو رسنیو د هرات د ځوانانو فعالیتونه خپاره کړل او له همدې لارې پارکور د افغانستان په نورو ښارونو کې هم مشهور شو. بیننده های خوب تلویزیون ملی اسپورت، امیدوار هستم که سلامت باشین و تاریخچه براتون مفید تمام شده باشد. حالا در قسمت برنامه صحبت می داشته باشیم با استاد در رابطه با رشته ورزشی پارکور. ابتدا استاد برای ما خود به معرفی بگیرید که شما از چه زمانی به این رشته روی آوردین و شما را کی تشویق کرده؟ علیکم السلام. سلامونه او نیکې هیلې د ملي تلویزیون لیدونکو او کتونکو ته وړاندې کوم. زما نوم حشمت الله فقیري دی. یو تن د پارکور فرینینګ د استادانو څخه یم. اووه کاله کېږي دا رشته زه مخته وړم او 4 کاله کې خپله تمرین ورکوم. بسیار خوب استاد. چند سال می شود که شما به رشته ورزشی پارکور روی آوردین و در این مدت چه دستاوردهایی داشتین؟ ما که مخکې مې و چې 7 کاله کېږي دا رشته زه مخته وړم. ما خپله یوه مسابقه هم ورکړې کابل په زون کې اول مقام یې ترلاسه کړی ده او ماشاءالله په دغه 4 کالو مدت کې ما ډېر قهرمانان دلته روزلي چې ډېر ملي ټیم کې اوس هغه لري مسابقې هم ورکوي او ملي ټیم کې وضعیت هم لري. بسیار خوب. مهمترین مسابقه خودتان که داشتین در این رشته در کجا بوده و موفقیتتون چگونه بود در این مسابقات؟ زما اوله مسابقه د برچیک او کلاب په هغې کې وله چې هغلته خپله ما اول مقام ترلاسه کړو د کابل زون په سطح باندې وه. بسیار خوب. جوانان به این رشته علاقه‌مندیشون چگونه است؟ ځوانان که ماشاءالله اوس د نوي ځوانان چې دي کله چې زموږ نمایشات په مثال خبره په فیسبوک په دغه مجازي پاڼو کې ګوري ډېر علاقهمند دي چې دې رشتې ته راشي. خاصتا اوس ډېر ماشومان زموږ سره تمرین کوي. ډېر ځوانان په دې رشته کې موږ سره راغلي دي اوس قهرمان شوي ماشاءالله. بسیار عالی. در رابطه با رشته ورزشی پارکور برای ما معلومات بدین که چگونه یک رشته ورزشی است؟ پارکور چې د موانع نه تېرېدل دي په تیزترین سرعت سره په کمترین زمان سره اول وار ده په فرانسه کې په 1980 کال کې د ریموند بول له طرفه په وجود په منځ ته راغله. بیا وروسته د ډیوید بیل چې د هغې زوی و په توصیه ورکړه او پیشرفت یې ورکړل شو. بسیار خوب. تفاوت ورزش پارکور با ژیمناستیک چیست که اینا با هم شباهت دارن یا اینکه تفاوت‌های زیادی هم دارن؟ ژیمناستیک او پارکور ډېر هغه تفاوتونه لري. غټ تفاوت دا چې پارکور چې دا ډېر حرکات مثال خبره په موانعګانو باندې په دیوار باندې او په لویو بامو باندې دي. اما ژیمناستیک چې دا ډېر فوکس یې په ځمکه حرکات باندې دي او په توشکو دغو ځایو باندې دي په نرمو ځایو باندې. بسیار خوب. پیشرفت ورزش پارکور در افغانستان چگونه است یا در کابل که شما من حیث یک استاد هستین و نسل جوان را تربیت میکنین؟ په دغه اواخرو کې اوس فعلا ډېر پیشرفت کړی پارکور په دې خاطر چې اوس موږ تازه فدراسیون په نیمه رسمي شکل سره مخ ته تللی چې اوس خپله استاد نجیب الله محمدي رئیس فدراسیون شوی دی تازه. اوس فعلا په دغه کالو کې انشاءالله په رسمي ډول افغانستان کې پیل کړی. انشاءالله ډېر پیشرفتونه په آینده کې ولرو. بسیار خوب. ارتباط شما با فدراسیون رشته ورزشی پارکور چگونه است؟ شما را تشویق میکنن برای پیشرفتتان جوانایی که در عرصه روی آوردن و ورزش پارکور را انتخاب کردن از سوی ریاست فدراسیون تشویق میشون یا خیر؟
او ماشاءالله زموږ د فدراسیون څخه ښه تشویق کیږي. زه خپله اوس فعلا د ټیم ملي ترینر شویم تازه، او زموږ ځوانان هر یو چې د فدراسیون سوره هغه وي واسه تاوان وي هر یو تشویق کړی دی په خلاصه ډول. شما در میان شاگردانتون که در این کلاب حضور دارند عضویت تیم ملی را دارن یا خیر؟ هو ماشاءالله تقریبا زموږ شپږ شاګردان اوس فعلا ټیم ملي کې دي چې بعضې په جوانان کې دي، بعض نوجوانان کې او بعضې نونهالان کې دي. بسیار خوب، تشکر زیاد از شما که صحبت کردین. انشاءالله باز صحبت می داشته باشیم. بیننده های عزیز، صحبت های ما را با استاد تماشا کردین. حالا می رویم صحبت می داشته باشیم با چهره های ورزشی. پیش از اینکه با چهره های ورزشی صحبت بکنیم یک وقفه کوتاه می داشته باشیم، دوباره در حضور گرم شما برمیگردیم. عزیر آصفی مرد شماره 14 بوست. اوتساید هیتر بهترین بازیکن این پست هست. عزیر آصفی از تیم بوست. سلام، عزیر آصفی هستم. ورزش پیوند دهنده مردم است. بیننده های تلویزیون ملی اسپورت، دوباره خوش آمدید به ادامه برنامه تمرین. حالا در این قسمت صحبت می داشته باشیم با چهره های ورزشی. یکی از چهره های ورزشی رشته ورزشی پارکور در کنار ما هست در رابطه با اینکه از چه زمان اینها بر رشته ورزشی پارکور روی آوردن صحبت می داشته باشیم. سلام، ابتدا عزیز برای ما خود به معرفی بگیر که بیننده های ما بشناسن شما را که شما از چه زمان و به این رشته روی آوردین. بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم سلام. اسمم حمدالله است. یکی از ورزشکاران تیم ملی هستم. مدت 7.5 سال میشه که پارکور ورزش میکنم. بسیار خوب حمدالله جان. در این مدت 7 سال که شما ورزش کار میکنین به رشته ورزش پارکور روی آوردین، چه دستاوردهایی داشتین و شما را کی تشویق کرد در این زمینه؟ خصوصا ما را خاص بیادر بس که استاد بود قبلا گپ زدن، ما را زیاد تشویق کردن که خود مسابقه بزرگترین دستاورد ما در تیم ملی بود که مسابقه داریم. ما مقام 6 گرفتیم. ما در تیم ملی فعلا ما است موضوعیت تیم ملی دارم. بسیار خوب. مسابقاتی که تا فعلا انجام دادین شما در داخل افغانستان یا بیرون از افغانستان مهمترینش کدام بوده و شما از طریق اون مسابقات توانسته باشین یک دستاورد بزرگی را برای خودتان و برای رشته ورزشی پارکور کسب کرده باشین؟ در فعلا خب چی مسابقه خارجی نداشتیم، ولی ان شاء الله آینده ان شاء الله می‌داشتیم، چون که فدراسیون ما تازه به رسمیت شناخته شده، ولی در مسابقه داشتیم داخلی در سطح کابل بود و یک مسابقه بود در بامیان برگزار شده بود که باشه دستاوردهای خوب ازش گرفتن. بسیار خوب. مسابقات میان کلپی در کابل یا در سطح ولایت کابل یا در افغانستان برگزار میشه و شما من حیث یک کسی که عضویت تیم ملی را دارین در رشته ورزشی اشتراک میکنین یا خیر؟ جای دیدن میبینیم دیگه که سویه و سطح بالا باشه مسابقه استاد میگه ما مسابقه میکنیم، ولی که سطح پایین باشه خود زیادتر وقت مسابقه نمیکنیم، چرا که ما به سطح افغانستان مسابقه میکنیم. بسیار خوب. از میان رشته های مختلف ورزشی چی علت شد که شما آمدین رشته ورزشی پارکور را انتخاب کردین؟ رشته پارکور یک خوبی دیگه داره که خلاقیت است. یک حرکت دیگه است، نه تکرار زدن نمیشه. خلاقیت به معنی که تو میتونی از خودم یک حرکت ایجاد کنی، چه موانع است، تایر است، دیوالی است و تو حرکت های دیگه است. یک خاص چیزی بود که مرا به این رشته تشویق کرد و روی آوردم به این رشته. بسیار خوب. علاقمندی جوانا و همسن سال خودت به ورزش چگونه می‌بینید؟ در این روزا الحمدلله بسیار زیاد شده است. اینجا شاگردان ماشاءالله روز در روز زیاد شدن، میرن و تشویق هم خوب است. از فامیلی هم زیاد حمایت میشه، چرا که یک رشته صلح‌آمیز است و در قدیمای را به ورزش صلح میگفتن که بخاطر که در کشور یک ورزش صلح‌آمیز بود پارکور یا ژیمناستیک. بسیار تشکر زیاد. سلامت باشین. بیننده‌های عزیز، صحبت‌های ما را با چهره ورزشی تماشا کردین که عضویت تیم ملی را در رشته ورزشی پارکور داشته. حالا در کنار ما یکی از چهره‌های ورزشی بسیار خوب و بسیار عالی، یکی از جوانای خوشچهره قرار داره در رابطه با اینکه اینها از چه زمانی آغاز کردن و رشته ورزشی پارکور را انتخاب کردن صحبت می داشته باشیم. ابتدا برای بیننده‌های ما خود به معرفی بگیریم و بعد در رابطه با این که فعالیتاتون چگونه بوده صحبت میکنیم. تشکر زنده باشین. سلام برسه به تلویزیون ملی اسپورت. امید که جور صحتمند باشین دوستای عزیز. من نام زکریا به نام پدر مومن و
در این کلاب که بلاستریکس تیم ورزش میکنم مدت 2 سال میشه. ما که استادا اینجا تمرین میکنم و تا حال مسابقه ندادیم. بخیر دیگه در این سال مسابقه میتونم. بسیار خوب. رشته ورزشی پارکور را شما چگونه یافتین و علاقمند این رشته شدین؟ والا ما دیگه در اینجا بچه ها می آمد دیگه در بیرون حرکات ها میزد، در پارک می آمد، مثلا در پغمان می رفتم، اوجا حرکات های خوبش میزد دیگه. من خوشم آمد دیگه. باز که تو استاد ارتباط شدیم، باز مرا گفت میگه بیا اینجا تمرین شروع کن. باز حال خیلی خوش هستم دیگه. بسیار خوب. از نظر شما یک ورزشکاری که بر رشته ورزشی پارکور روی بیاره چی ویژگی ها را باید داشته باشه در خود که تا این رشته را انتخاب بکنه و خوب بدرخشه؟ والا دیگه اول چیز که مهم است اخلاق خیلی مهم است دیگه. باید اخلاق ورزشی داشته باشه و دیگه باید که مردم ارتباطش خوب باشه، ارتباط در جامعه باید خوب باشه دیگه. باید دور باشه از رفیقای خراب و دیگه که ورزشش ایچی کنه. از لحاظ جسمی کدام ویژگی ها را داشته باشه که خوب بتونه پرش بکنه در این ورزش؟ از لحاظ جسمی میگی؟ فیزیکش بالا باشه دیگه. باید سبک باشه. در پارکور کس دیگه وزن باید کم باشه چون پریدن از کلش از موانع عبور شدن است دیگه. فیزیکش بالا باشه، دوشش دیگه خوب چست باشه. بسیار خوب. من میتونم که ورزش انتخاب کنم؟ آش تو نمیشه. تو نفر است این 80 ساله 90 ساله است این ورزش میکنه. بسیار خوب. یعنی من بلند شه میتونم از موانع ها؟ چطور نمیتونی؟ میشه. بسیار خوب. یک پیام شما را داشته باشیم در آخر برای بیننده ها. پیام آخری ما اینمی است که در این ورزش که میکنین باید در پالش درس هم بخوانین دیگه. تعلیم هم کنین. ما خودم کانکور میخوانم آمادگی و میخوایم به رشته انگلیسی کامیاب شوم بخیر دیگه. درس هم باید در پالش بخوانین دیگه. تو خونه میشه که تنها تمرین کنین دیگه. درس هم باید بخوانین در پالش. با امید موفقیتتان در کانکور. تشکر. زنده باشین. سلامت باشین. آباد باشین. برو ماشاءالله حرکت کن طرف. تکبیر تکبیر تکبیر. برو نمان داد اور داوش بگی. دوری نخواهد و داری گیا. قسمی که بیبیرید حال فعلا اول داد اور دوش سرش میکنه. بعد از داد اور دوش دیگه حرکت ها سرش میره. فعلا اول بچه ها گرمش ابتدایی داد اور باید دیا دوش کنه. برو ماشاءالله ماشاءالله قوی. حالا فعلا حرکت چینج میشه. حرکت زانو بالا اول شروع میشه. برو ماشاءالله زانو بالا. صحیح ده. ماشاءالله دستا پسر زانو بالا. دستا پیشونی زانو بالا. حالا فعلا حرکت چینج میکنیم. برو بچه پای دستا کمر پای پیشونی. ماشاءالله ماشاءالله. برو بچه دو بغل. برو سا کمر پای پسر قد نمیشه. پشت از حرکت بعدی را میریم که پای طرف داخل است به خاطر کشش پای خیلی ضروری می باشد. برو ماشاءالله پای طرف داخل کش کو. پای طرف داخل هم بلا. حالا حرکت بعدی سرش را میریم پروانه طرف داخل است. برو ماشاءالله پروانه طرف داخل. پروانه طرف داخل خیلی مهم است. خیلی ورزشکار زود گرم میشه و خوب کشش بدن در حالت کشی قرار میگیره. برو ماشاءالله طرف بیرون پروانه. ماشاءالله ماشاءالله قوی. این حرکت که به گرمش شانه، به گرمش پا و گرمش کمر خیلی فایده داره. یک حرکت خوب گرمش که خوب شاگرد گرم میشه. برو ماشاءالله آزاد دوش کو. حال سر بچه ها سرعت بچه ها را کم میکنیم. سرشان داده شما را جنب ملاق پسر یا سلطه پسر میریم. بچه ها سرعت کم کو. یک تشک دور شو. سرعت دیگه هم کم کو. یک تشک دور شو. فقط قدم بزن.
حالا 10 شماره جمپ سلطه سرشان میریم به خاطر ملاقشان فایده دارد و جمپایشان هم بالا می رود و خوب گرم هم می آید. آماده شماره باش، برو باشالله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. پشت از حرکت بعدی که است حرکت جمپ فلک است، به خاطر نرمش کمر بهترین حرکت است و جمپشان رو بالا میبره. برو آماده باشی بچه، برو. 1 2 3 4 5 6 ماشاءالله ماشاءالله 7. برو بچه یک دوش آزاد کنین. برو ماشاءالله. حالا بچه ها را میگم که 5 شماره از زمین تج میکنه، بهترین گرمش است سیام. برو 1 به خاطر لند بهترین چیز است، چرا لندش قوی میشه. برو 2 3 4 5. حالا میری حرکت یک دست دیگر دست میریم، دستای تکایش هم میریم. اول از دست راست شروع میکنیم. برو 1 یولاس 2 3 4 یک دست 5. حالا 5 شماره دست بعدیش هم میریم. برو 1 2 3 4 5 6. برو بچه ها ماشاءالله. حالا دوش آزاد است، دوش آزاد میکنی بچه ماشاءالله. نفس پس پخته کنین به خاطر دوش صورتی. بچه ها منظم شوین. حال سرشان به خاطر از اینکه نفسشان پخته شد 10 شماره دوش صورتی است که بچه ها نفسشان در این دوش خوب پخته می شود. یکم صورتتون اول کم کنین خوب صورت کم کنین. نفس بگیره بچه ها، نفس بگیرین. آماده. برو 1 2 برو 3 4 5 6 7 8 9 10. دوش کو. حالا بعد از اینکه بچه ها گرم شدن، حالا هوا ماشاءالله گرم شده، بچه ها را منظم استاد میکنیم، جای به جای کشتر سرشان کار میکنیم. بچه ها منظم جای به جای استاد شوین. ماشاءالله 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 قهرمان عزیز. ماشاءالله 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 قبلین ماشاءالله. زد چرچی دیگر دلارش. ماشاءالله این شاگردای نو هستن، تقریبا یک ماه شام نمیشه. ماشاءالله برین. پشت از حرکت دیگه که است رواندا فول است. دوستان ما براتون اجرا میکنن قهرمان ما زهی راندا فول. تاسو راندا ډبل فول ورشي. ها؟ این هم حرکت رنده دبل فول یا رنده فول دوچرخ است. ماشاءالله. دبل. این هم یک از قهرمانان تیم ملی ماست نومان. کده ماشاءالله. ماشاءالله. دب بزنید دبل فول. ماشاءالله. تو یک بزن تو 2. ماشاءالله. ماشاءالله. الحمدلله. آقا لکن کمک کنیسه. دو خاطرشه. مینیسه. ولی بعض بچه‌ای که نویاد هستن ترینر ما او را کمک میگیره ماشاءالله. بچه‌ای که نویاد هستن. برو کمک میگیره. رانده سلطه پوی کمک کنیسه. ماشاءالله. ماشاءالله. زی کام باره کلاشه. ماشاءالله 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 ماشاءالله. این هم یک از قهرمانای ماست که میخواد حرکت دبل بک براتون اجرا کنه. یک از ماشاءالله. ماشاءالله واحد ماشاءالله چک ماشاءالله ماشاءالله چک نگ ماشاءالله بس است. ماشاءالله بس است.
ماشاءالله و بعد یک از قهرمان جدید ماست. خیر 30 سالش میشه میخواد تازه مسابقه بده. ماشاءالله امان. ماشاءالله ماشاءالله. چک چک نکنید جوانای عزیز. ماشاءالله. آفرین. ماشاءالله ماشاءالله. ماشاءالله ایم ذکریا از قهرمانان ماست. ماشاءالله. آفرین ذکریا. ماشاءالله یک از خودسالان. ماشاءالله صفی. آفرین. ماشاءالله. ماشاءالله. یم یوسف جان یک از قهرمانان ماست. ماشاءالله یک از قهرمانان جیم هم است. از بوکس هم است ماشاءالله. ماشاءالله. حالا برتان حرکت های کامبو قهرمان عزیز ما برتان میزنه. ماشاءالله. چندین حرکت ترکیب میزنه برتان. ماشاءالله. ماشاءالله. یم از قهرمان نومان. ماشاءالله. یم از عبدالله. ماشاءالله. قوی. آفرین. خوبش. این هم از وای جان یک از قهرمان ماست. ماشاءالله. این هم یک از قهرمان ماست و قدرت. ماشاءالله. ماشاءالله. احتیاط. ماشاءالله. بازو ماشاءالله. ماشاءالله. بکن. خود رو. بره ماشاءالله قهرمان عزیز خوب حرکت های تایید بزنید. ماشاءالله. نومان ماشاءالله وبستر دبل باکو هراشا و زانی ونیا کی ده ماشاءالله وبستر که منډی نه ده سیده ماشاءالله. بچا فلگ نزنید. فلگ نزنید. پشت از قهرمان هم یک دور دیگه هم حرکت میزنه. پشت از این میریم حرکت های دیوالی رو برتان اجرا میکنه. بچا خبی بس از اینجا دیگه نرین. شما برین تنها. ماشاءالله. 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 زا حالا می پشت از این که بچه ها میریم حرکت های دیواری. ماشاءالله. بچه ها تای حرکت چی دیواری آماده کنیم. بره حرکت های دیواری میزنیم. ماشاءالله. بره. حالا قسمی که میبینین بچه ها میخواه حرکت های دیواری رو برتان اجرا میکنه که یک از بخش های ضروری پارکور است. یک از بخش های پارکور سا میشه دیوار است. ماشاءالله. این هم یک از قهرمان های ما. ماشاءالله. حرکت ساید دیواری رو برتان اجرا کرد. وال ساید. این هم قهرمان نومان. حرکت بک فلیپ سر دیوار اجرا کرد. ماشاءالله. ماشاءالله. فرانت فلیپ سالتی پیشروی. این هم سالتی پیشروی یا فرانت فلیپ است. ماشاءالله. ماشاءالله. باید ما کسایی که شاگردای نویاد هستن که توشک داریم از توشک بهش استفاده میکنیم. فعلا یا که هستن زیادشان یاد داره با شاگردای نویاد که ما توشکای وسایلی زیاد داریم از او به خاطر از استفاده میکنیم که سر او حرکت بزنه. ماشاءالله. این هم دو حرکت ترکیب کرد خیلی عالی بود. یک حرکت دیواری و یک حرکت زمینی. برو نمان یک چند حرکت ترکیبی داشت پرتو. ماشاءالله. یه هم شوت مغز از سر دیوال پاس یک بک فلیپ خیلی مقبول. ماشاءالله. ماشاءالله. قسمی که میبینه حالا بچه ها حرکت ها از موانع میزنند. ما خیر فعلا کمبود وسایل داریم موانع صحیح نداریم. خب بازم دایی برتان حرکت های موانع از ارتفاع برتان اجرا میکنه. ماشاءالله. حرکت پرخچه یا گنر بود که زد. ماشاءالله. این حرکت بک فلیپ لایس است. ماشاءالله. ماشاءالله. این هم حرکت گینر شوت است. حرکت عربیان وبستر. این هم حرکت وبستر است. ماشاءالله. برو. ماشاءالله. میخواه حرکت سلطی پسر برتان بزنم. ماشاءالله خیلی عالی اجرا کرد. این هم قهرمان صفی حرکت وبستر.
قسمی که میبینه حالا میخواه بچه ها سر توپ حرکت جا کنه، حرکت دوچرخ دبل بک است. ماشاءالله نومان، ماشاءالله خیلی یک فرود عالی. حالا میخواه یک از قهرمانای حرکت دوچرخ ادرا کنه، ترینرم کمک گرفتش. ماشاءالله خیلی عالی. این حرکت ها به شکل کمک هم اجرا میشه، بدون کمک هم اجرا میشه. کسی که داره بدن کمک اجرا میکنه، کسی که نویاد داره سر کمک میگیریم، ضربه‌گیر بهش میمونه. ماشاءالله قهرمان قدرت، ماشاءالله قهرمان یوسف پوری یک دونه. این حرکت بک فول است، یک از حرکت های عالی. بچه ها کسی که دبل بک میزنه بالا به حرکت سلطه برای من نزن. ها حالا حرکت دبل فول برتان اجرا میکنه جا بجا. ماشاءالله ماشاءالله خیلی عالی. بیننده های عزیز، در لحظات آخر برنامه تمرین قرار داریم. در این قسمت صحبت می داشته باشیم با استاد در رابطه با تغذیه ورزشکاران رشته ورزشی پارکور که ببینیم پیش از تمرین و بعد از تمرین این ورزشکارا از کدام غذاها استفاده کنند تا اینکه بتوانند خوبتر تمرین بکنند. استاد میشه در رابطه با تغذیه ورزشکاران که پیش از تمرین به اینجا میآیند از کدام غذاها استفاده بکنند تا اینکه بتوانند خوبتر تمرین داشته باشند؟ پیش از تمرین غذای ویتامین دار بخوره، خاصا تخم مرغ خوب است، کچالو. و اگر کسی توانایی مالی داره بره مکمل کریتین بگیره یا از پروتئین وی استفاده کنه، چرا او حجم نمیته برتان، او کس قدرت بدنیتان بالا میبره و خیلی خوب باز حرکت پر انرژی میباشین. بسیار خوب. استاد بعد از تمرین بعضی انرژی یا مو پروتئین هایی که در بدن هست اینا با تمرین کردن از بین میره و ورزشکار چگونه بتونه که دوباره همو ویتامین ها را یا پروتئین ها را که مصرف کرده در جریان تمرین ایرا بگیره و کدام غذاها را استفاده کنه تا اینکه دوباره انرژی از دست رفته را بگیره و قوی بمونه ورزشکار؟ بعد از تمرین که به صورت عموم در تمرین پارکور خیلی کالری ورزشکار میسوزونه. وقتی که یا خانه میره از تخم مرغ، از خرما و از میوه خاصا استفاده کنه و دیگه غذاهای گوشتدار خیلی مهم است. گوشت سرخدگی نه، گوشت به شکل سینه مرغ باشه یا گوشت سرخ باشه به شکل جوشانده که خیلی مهم است، به خاطر پروتئین بدن پوره میکنه. پس استاد در آخر یک پیام از شما داشته باشیم برای بیننده های تلویزیون ملی اسپورت، برای کسایی که ورزش دوست دارند و بخصوص رشته ورزشی پارکور. پیام ما به تمام جوانان ورزشکارایی است که در پهلوی ورزش خود تعلیم و تربیت خود پیش ببرند، احترام والدین خود کنند و به دین پابند باشد. بخیر باشین، خوش باشین، سلامت باشین. خدا نگهدارتون. بیننده های عزیز، صحبت های ما را با استاد در رابطه با تغذیه ورزشکاران پیش از تمرین و بعد از تمرین تماشا کردیم. برنامه تمرین در همین جا به فرجام میرسه. شما را تا هفته آینده با یک برنامه جدید به الله متعال میسپاریم. روز و روزگارتان خوش باد.